بینندگان ارجمند اونجا دخمه بیشتیان است یا پشته بیشتیان هم میگفتند، اما یک دخمه میدونید که خاک بزرگ چندین گذشته ها رو یک جا جمع میکنن و در یک جا گور میکنن. اینجا یک رویختی معین هست، تقریبا 7-8 نفر خاکش در یک جا است و از جمله در همین معلومات نامه که اینجا آمده نوشته است که خاک احمد دانش هم همین جاست. یافتن گور احمد دانش از زمانی که مخصوصا تاجیکستان سال 29 کشور البته تأسیس یافت، یکی از معماهای اساسی ملت تاجیک بود و حتی استاد بازار صاحب، استاد لایق شیرلی گوری دانش در کجاست گفته شعری الویده، دو شعری الویده و مقاله های بسیاری گوری دانش در کجاست. دانشی که در زمان جهالت بخارا آفتاب را میمان، عالم بود، منجم بود، شاعر بود، عروضدان بود، موسیقیدان بود، یک علامه بود، قاموسنگار بود، اما درباره گورش معلومات نیست. اینجا هم در روی خط نامش هست اما مقبره دقیقش و ما معلوم نشد. به هر حال از بس که بخارا وطنی احمد دانش است، ما برای شادمانی روحش دعا و فاتحه خواندیم و همکارانمان از روزنامه